یک تحقیقات نشان داده است که دختران در تاجیکستان اساساً در سن 18 سالگی به شوهر میبرایند. در مقایسه با دیگر کشورهای آسیای مرکزی، دختران در تاجیکستان بروقتر عائله‌دار میشدند. چرا چنین است؟ چرا خانواده‌ها در تاجیکستان میخواهند دختران خود را بروقتر به شوهر دهند؟ ما میخواهیم امروز در دوشنبه نظر ساکنان را در همین موضوع پرسیم. برای دخترها 20 21 تا 22. برای بچه‌ها باشد نه 25 میشه 26 هر خیلی. چی برای دخترها اینقدر بر وقت؟ خیلی ندونم، مادرشون هم خیلی میخوان که اشتباه دخترشون بابق شود و شود، اشتباه روحی بد نروند که استر چوی باتین تویش بینیم. در فکر من این است که حاضر هست این گپا که مثلا از 21 22 بالا روی دیگر هیچ کس نمیگیرد این خیلی، اما با فکر من این عقیده من این است که اگر که دختر از پس مشکلات خودش برآمده تواند، یعنی وای اگر به شرط سواد داشته باشد، با سواد باشد خواند، وای در سن چند سالگی باشد عائله برپا کرده میتواند، اگر که به شرطی که سواد داشته باشد راه و روش زندگی را تواند. با فکر من هم از همین سن 21 ساله باید دختر به شوهر براید. مثلا بعضی خانواده ها دخترشون در سن 17-18 سالگی عائله‌دار میکنند که این کار نادرست است. یعنی دخترها آماده نیستن به حیات مستقلانه برآمدن و برای من فکر میکنم که 24 سالگی این سنی مناسب است. آدمایش هستند که مقصد در خانه نیاز دارند، دستاخوان مادرشون بعد 18 ممکنه انا آدمایی که از میخوانن کار میکنن بعد کارشون نبود کردن. من خودم 23 بعد شوهر کردم، 24 بعد تولد کردم. все нормально. انا 18 ساله даже 19 ساله شو میتین یوشتیا هر روز جنگ، شوهر جنگ، خوشتومن جنگ، این کار کن وای کار کن. даже 23 سالگی بایم شوهر کردم، بسیار من با روزگار با کمبودی بود، لیکن خوشتومنم با رحمت میگویم که همه همین سیر و بیاشه من با یاد دادم خوشتومنم. دختر بچه باشد 18، پسر بچه باشد 20 بالا. دخترها قدر بر وقت؟ همین به تایید دادم به فکر من همین. شما راضی هستید که دخترها بر وقت با شوهر داده شوند؟ نه. چرا؟ خانه ناخیت شوند بعد. میگن اگر دیر شوهر تی بعد دیگه شوهر نمیابد کلان سال شد. حقش نمیدونم. من 25 ساله باید که уже حرکت کنی که عائله دار کنی فرزندات. برای پسرها یا دخترها؟ برای پسرها. دخترها دم 20 سالگی بالا باشه уже رفتن گیره سازه. سن سال پسرها باید پس از ختم دانشگاه باشد و سن سال دختران همه خیلی پس از دانشگاه باشد، یگان علمی مقصد برای زندگیش یا یگان چیزی که در زندگی رخ می‌دهد یک کمی هم تصورات داشته باشد، سواد داشته باشد، در زندگی عذاب نمی‌کشد. می‌خوام که 22 بالا، سن 22 23 بالا